داره بریم شخمی اولی یالا بگید کسی تونی؟ سلام اینجا متروکه است آقا هیچی نیست داداش برادر من این ولاگ بگیریم کاری رو نداشته باش دیگه میخواید بریم داخلی چک کنیم بعد بیایم بشینیم؟ نه اول باید معرفی کنیم داره نوز میده نوز میده؟ آهنه پس هست چی؟ سلام کن مایزا ترجمه کن نت هم روشن نیست قسمش مدیر بیر نه ایزی کسی رو ببینم نه آقا بریم تو ول کن نترسی که قرار شد نترسیم دیگه بحثی ترسی داره ایرور میده حالا بگیر بچه‌ها هر بوی بدی شنیدید یا احساس کردید بدنتون داره اذیت میشه سریع برنامه مبارزه من باشون دوست شدم صحبت میکردم شب رفتم خونه دیدم شب تو خواب تقریبا ما 11 خورده رفتیم خونه بعد من تا 4 صبح نتونستم بخوابم خواب اذیتم میکرد همینجا بود من بیرون بودم خواست من رو پیش بود بعد حالا بیرون که بیایم میگم خیلی طولانی حقیقتش خیلی سخته بر بچه همون نه بایستی لابا دعا میمیسه بچه همونم در حال گردش هم ببینن هیچ معتادی چیزی نیست خب 3 2 1 برو مسلمان؟ آها مسلمان مهدی هیچی نیست الان مطمئن سوال پرسیده بچه من نور میخوام کنار من یکی باشه برای نور گرفتن و اینا خب اول برید داخل این اتاق زمین میره نه اون بره بیاید اینجا بچه‌ها بیاید چهار تا رو نگاه کرد نوشتی جلو نیاید یه ده پیامایی که نوشته همه رو بیاری دقیقه یه ده بیا فوکوس بگیره نه نشه آیا میدانید این پرندگی آره داشت من میدونم اینجا اینو من نمیدونم خیلی اصلا خیلی چیزه بعده معلومی داخل دورمی نوشته چیه بچه این تو چک کنیم یه دقیقه من بطریه رو بردارم بریم بچه سر قبل کسی شما جو برو بگیریم زیرزمین نداره خب حواستون باشه بعد وحشت متوجه پلاش که میبینید حواستون دیوار نگید چی؟ چی؟ داداش اگه پله چیزه مرگه بیای ایزوگامه این ورش اینجا رو سنگبانون کردیم دونه سنگا این از پشت هم نمیره خیلی حس بدی بود تو بیا این بالا وقتی نگهبان
دست کمده فعلا هیچی باید بشینیم وسط گستو رو تنچیز کنیم نگاه کنیم تا اوکی همه چی امنه سقف وایستید چیزی دنبال این سوراخ مراخا دنبال دعا بگردید ریدم میکنم در واقع داره تصرف کنم در واقع اینجا پلاش بحشت ببین وایستید نگاه کنید بذار یه روش بهتون بگم تا بیا کنار تا برو کنار نگاه خودتون رو اینجوری بذارید بیاد پایین جانم نوشابه رو با ما چک کنم یه دقیقه الان خبری نیست دیگه پس خبری از خفتگیرینا تموم شد همه چی اینجا بگید یه 2 ماه چیزی نیست اون زیر هیچی خالیه حاجی بیاد بچه چیه میره پایین اونور زیر بنای دیگه حسین الان موقع نیست خیلی الان بیاید دیگه من دوربین دار نباید اول باشه که تاها اول باید بشه سمت آهنی اینجا نه آهن اینو میگیره نه الان بیاید اینجا گونی سفید کن گونی هم کسی آقا اون گونی سفید هم اونجا پس از دیروز الان کسی نیومده خلاف جهت غریبه چیه؟ یو حسین آها جدید گاهی اوقات خلاف جهت غریب اغلبه های ساعت میفته معمایی داره حرف میزنه خلاف جهت اغلبه ساعت خب آقا پاکسازی شد اینجا الان فقط مونده که ما بریم برای جنگیری که حرف زدم با جنش بلوکایی که دیروز ما فنا دادیم هم اومره آشو مدرک جو یا که اینجا غذا خورده حالا خب بچه ها الان اون قسمت پاکسازی بمان نریم بیاد تو تا بیاد تو با تو کار داره بمان ببین یه صدا تکون خوردم اول شنیدم حالا نمیدونم چی باشه حالا تو ویدیو مشخص میشه خب شدید دیگه تکون خوردن یه صدای سنگ ته راهونده که اون واقعا ترسنش یا بده اون دیگه چی؟ از اینجا احتمال داره بیفته این بالا مالا نزن مال داره چی بود انجام بوده؟ بابا افتاده کام نه مهدی وایسا اون آقا دارم سایه میبینم دوربین نداریم امکانات نداریم قشنگ در آخر سمت چپ سایه است دوربینم قشنگ نمیگیره سایه وایساده خب بچه فعلا معلوم دارم خوشون نشون میده بابا یه چی افتاده اینجا رو پام شاید توهم زده این استرس چیزی هست قشنگ دیدم سنگو دیدم تو من زدم به دیوار حالا یه چیزی آره نه حالا معلوم چی نیست نداره خب بیفته آقا مهم نیست جلو رو بگیری شما بیایم داخل اتاق بیاید نه این اتاق نه اتاق فعلا نه خطرناکه بیاید من به این اتاق خیلی استرس دارم بیاید بطری برداریم بیاید تو بیاید آقا من نور میخوام لباس اون سری بود گشتیم بابا نور تا این ور تو بگیر نور این ور بگیر زرد نی آبه چیلک شده چیزیه؟ آبه نه کف نمیکنه بسه خب چیزی داخلش میشه باسید آب صدا یه لحظه مردم برو عقب
برو میشنوید؟ دیدی گفتم یه سعی فرتایی گفت نمیش میشنوید؟ برو اینجا وایسا. یه صدایی که میده فیلمبردار اینجا حتما یه نفر بوده. اوه شب سر پوسته ها. کی کجا؟ پوسته گردو یا نارنگیه؟ نارنگیه. هرچه چه ریزبینه چی؟ گوشا رو بگیر. نور که غذا خوردن. اینجا یه بچه این بر زن لباس آره بود همیشه بود. اخلاق سگش داره شب میشه بیرون بگی. وای بابا شب نشه هر وقت شب میشه اینجا من شب میشه ما باید چون آقا دیشب این کاستومم کسایی که میگید مثلا فیک و اینا کاستوم دیشب کلی با ما حرف زد. حالا ادیت میکنی بیاری داخل این ویدیو دیگه آره؟ حالا ویدیوشو میفرستم برای ادیتورمون میاریم. دیشب بگیر به جون مادرم به قرآن مجید یه لباس دیدم اونجا یکی وایساده. نمیدونم به جون مادرم دارم قسم میخورم الکی دیگه چرت و پرت نمیگم. یکی رو دیدم اونجا با لباس وایساده توهم بوده یه چی نمیدونم ولی یه چی بود با لباس وایساده بود. در آخر درسته؟ در آخر نه این در دوم نور ازش یکم زده بیرون. نه من در آخر دیدم یه سایه. لباسش چه رنگی بود؟ سیاه. درست. سیاه آستین بلند تا یا اینجا. همون دل تباهم میزنی یا واقعا؟ تو خواب دیدی یا واقعی؟ نه همین الان اینجا به محمد رضا گفتم. خب میره من یارو میاد بالا وایسته نشون میده. الان ساعت ماشاءالله می دست 5 و نور زده. 5 و 20 دقیقه. 5 روز داره خب ماش 5 و نیم میریم بیرون اینجا. 5 چنده؟ 10 دقیقه دیگه. 10 دقیقه وای 10 دقیقه هم ترسناکه. بعد که رفتیم بیرون فیلم اصلی کیه؟ اینو داشتم میگفتم کسایی که میگید اینا فیک و اینا. آقا اینجا واسه این دیشب گوش کنید دیشب ما کلی با این حالا روح جن هر چی که هست ما کلی با این صحبت کردیم. ویدیوشو قراره ببینیم. الان هیچی کلا 5 6 تا کلمه به ما داخل گفتگو گفت. حالا میگید این برنامه فیک و اینا. رمزی حرف حاجی میزنه. چیز کنم من میگم گوشی یکی اونا برم بدم اون ته بره به این ور. نه نه بریم بیرون 5 دقیقه بعد بیایم بریم چیکار. جالب هست ولی با الان شرایطی که ما داریم نمیشه. نورو بگیر پایین. اول که اومدی نورو بگیر پایین. آقا بگیر پایین. تاریک شد میریم بیرون از بیرون صحبت کنیم. آره تا 6 ماه اینجا باشیم. آره من فکرم اون هست. پش فعلا بریم تا ساعت 6. خب ما اومدیم بیرون همین الان از همین اینجا صدا اومد. این اتاق اولی دست چپ. بده پایین. چی؟ یه نوع حیوونه از نظر من. اینا رو هم حال بدین؟ نه بس میره دیوارا. نمیریزه. همین یه دونه بنده. وای تمام. نور محمد نور بچه اگر واقعا چیزی نی باشه خودش هیچی نی آقا. واقعا از تازه اتاق آخر نره. محمد میاری بیرون حواست باشه نخوره به سنگ گوشی تو فنا بره. گوشه ها رو نگیر وسط رو بگیر. اوکی همه چی. دیشب هم یه صداهای از اون بالا مالا میشیدیم این برا. بابا بچه های برنامه که میگفتیم اینه. اصلا خداست این که داخل یوتیوب هم پره. من خیلی دیدم که مثلا طرف یه چیز میکنه. این اصلا از دوستا بهتره. خب نصف شد. چگونه کار میکنه بچه ها شب بیاد چه سریع. نه یه دقیقه آره چقدر کار دارم بیرون فهمتا بیرون تو نه بیرون ببین نگاه بیا مثلا عرشا رو نگاه میگه تو چیز میگیره
خب کاراکتری میگیری نه من اون طور میخوام بگم آره پشت دیوار هم میگیره درسته؟ اما چیزی نمیبینیم چون هیچ کس الان تو نیست چون هیچ نوری هم آره نوری هم نداره بغل کلا بغلای ما همه جایی بگی اون بالا بگی ویدیو اول واقعا بچه‌ها جرأت داشتن نمیدونستن داستان چه قراره همینجوری کیفیتش اینجا بده نگاه الان نگاه اینم داره ها؟ پایش دیدی؟ پایش چی اومده نمیدونم ضبط شده نه ویدیو رو ببین یه بار دیگه بزن دکتر وای خیلی قدش بلنده یه نفر اینجا گفتم تو همین اتاقی که وای! من دیدم بیا دقیقا تو همین اتاقی که من خواب دیدم قد بلند ویدیو دود فیلم بردار بیجو مهدی نگو علا پرید محمد جان نزدیک شو فهمیده ما سایه خود نه خیلی بلنده قدش بابا یو سایتون رو پشمام ریخوه مهدی پشت اتاق میگیره قشنگ چیزی میدونی بچه‌ها مواظب باشید خواب من ممکن تعبیر شه ناش کلش خیلی داره میره جلو وای تو اتاقه 6 ثانیه داد بیا تو اتاقه محمد برو یه ذره وای صحبت کنید گستوا خطر بگیر دست محمد نزدیک نشو محمد تو یه چیز قد بلند حرارت داره آخه نگاه اینجا نشون نمیده نکن نشون نمیده ما رو بگی ما رو وایسا داری میرقصه منو بگیرم وایسا یه بار دیگه وایسا تکون خوردنش. دو نفر شدن دیدی؟ دو نفر آلیس و الکس به جلو اومده ماما داری میاد جلو بیا عقب جلو نمیاد 6 ثانیه ارور میده محمد یا عقب پشت در وایسا 9 ثانیه داد دوباره نه این رو نه آقا چی نه ما وای اومده بود بیرون یا بیرون چی شد؟ نه دو نفر میگیره داداشمون داره مایکل جردن میره مایکل جردن رقاص و بسکتبال محمد اومد بالا آقا ما که نمیبینیمش خب فقط اینجا داریم میبینیم میترسیم داشتون یه وقت داده آره وایسا محمد رضا نشسته بود آقا اما خواب عرشه بیا آقا محمد بسه از اتاق میاد محمد رضا از اتاق میاد و این بود ویدیو ما از این مدرسه نمیشه گفت چون کوچیکه مرزه بله میکنه یه جور ساختمون اداری متروک است که نیمه کاره مونده ویو پشتش مرزه بله میکنه همه رو میگیره ها اینی این تا میبینید همه رو میگیره با این چیزه میبینید دو نفر الان اونجا رو میگیریم باید جوتر آره همینجاست دو نفره کاری باهاتون نداریم محمد رضا برنامه تو بیار با صحبت کنیم باشه اینا ترسیدن کاری باهاتون نداریم یه عکس‌العمل ریز نشون بدید فقط یه نشون بدید منم سایه میبینم رد میشه راستی سایه نی وایساده من سایه میبینم نمیدونم اصلا جلو صورتشون رد میشه آها ناکو سایه شون نمیدونم یه چی میاد یه حسی آره چشم شدن نیچه لطفا برو بس آقا بریم بس محمد بس محمد رضا محمد ما هم وای واقعا بگیری نه ما اونجوری وای آفتاب تازه رفته صدا پاتون نداد شد ساکت مهم میریم جلو هشی نزدیک نرمیم
خطرناک. صدا تو خودم نرو سمت اتاقش چیه خوب. اتاق اونوریه بود. آقا بریم اونور میتونیم خراب کنیم یه چیزایی ببینیم داخلش. نگه دار گچه بکنم بیاد کله ریزه دارم گچ اونجا نی. این دوتا رو نگه دقیقه این دوتا اونجا چیزی میبینید شما؟ آره دو گچه بود خب چی؟ خیلی سریع تاریک میشه. چی؟ نمکه. تا این نمکو ندیدید؟ نمک دیگه تو پرسه خطر هست. میشه توقف. خب بیاید این ور. بیا دوری حیرتو بیار اتاقو بگیر. چی؟ ما ولی نمیکنه که. بچه‌ها دود من میگم یه اتفاقی میفته وایسا. اگه نشد. ما دم ساختمون نبود؟ بیاد انقدر سریع؟ سنگ میزنی؟ یکی با RPG میزنه تو. دوربین درست بگیر. اوکی. خوش باهاتون رو با کنید آماده فرار باشید. محمد گوشی بیفته تو داستان داره. داره بگوش خود سه سنگ شنیدید؟ محمد تو چقدر خری؟ احمق گوشیشو گذاشتم اینجا. نه نمیفته. خب یه بریم محمد رضا بچه‌ها واقعا ترسناکه. مهدی وایسا آقا من دارم ویدیو میگم یکی وایستم اینجا. محمد تو نه نمیدونم یکی یادم تا وایسا همینجا تو مهدی وایسید من عرشی و محمد بریم یه دقیقه سری بیایم. یعنی وای هم وای چی شد؟ فکر کنم ویدیو گرفت. یکی اومد داشت میاد بیرون. بزنم گرفت. اینجا سیگار شیاره تو این اتاق. اینه اون نیست. اینه این پنجره این اتاقه. آقا وایسا ما میریم داخل. خب اول باید مستقیم بیایم جلو که میرسه این اتاق. این اتاق اینجا نیست. همچین پنجره‌ای ندیدیم ما. یه دونه در دیدیم که این بود. نه اینجا چیزی نبود. مثلا ورودی داشته باشه به این اتاق. نه بیاد ببینیم چرا؟ آقا هنوز گرفتم. نرفتیم. بالا پنجره تو این 4 تا پنجره جابجا میشه. دو تا دیگه آقا. سه تاست. نه سه تا تلپورت کنی. تلپورت. بیا صدا اومد آقا. من یه صدا شنیدم. بچه‌ها واقعا پس مطمئنیم الان وا. چقدر اون یکی درازه. بچه بیاید قشنگ نکنید. تا بیا. فیلم فقط بگیر. خانواده نه انگار. مرزا بذار من یه سنگ بزنم ببینی چیکار میکنه. من خوندی خانواده باشه باشه شده به نظر. باشه یه ول بده. بزن تو پنجره نمیخوام بزنم همین. اومد تا زدی اومد. خیلی کیفیت گوسون گوه. اومد پایین. همون یه دستی گیر کردم. چرا انقدر کیفیتش گو شد؟ وای اونجا چیه این پنجره پایین سمت راست گوشه. همه رو میگیره. ارشیا همونو گفت اومد پایین. دوتاشون پایینه. بالا. نه گوشی باید اینطوری بگیرم تا بگیره. خب گوشه آه حلقه مونه. ابا میخوای سنگ میزنم خوش نشون بده.
اینا خیلی نزدیک بود. نه نمیتونم صاف و بیرون بیاد. فکر نکنم. الان تو میشه 3 2 شروع. خب ادامه. این بود از این ویدیو. ما رفتیم دیگه نفتیم بریم داخلشون. شب هم خطرناک هم خیلی چیز احتمال داره. لایک و ساب یادتون نره بچه‌ها. لایک و ساب دنبال فراموش کنید. فراموش ویدیوهای نشه. بعدی هم میذاریم. جاهای خیلی زیادی قراره بریم. یعنی آدمای فولو زیادی اینا. قراره بهمون اضافه شن و امکانات بیشتری قراره داشته باشیم. ما امکاناتمون خیلی کم اینجا بود. برای ما بزرگه. عادی با میشه. لایک کردن، سابسکرایب کردن و ما حمایت کنید، ما رو دنبال کنید چون قسمت‌های جدیدی هم قراره بذاریم از جای دیگه. و اینکه ما داریم اینجا زحمت میکشیم ممنون میشیم. گود بای. آیه ویدیو دیگه. بای بای. خوشگلم. این آقا مهدی جا موند. نگرفتی که من حرف بزنم. نه بابا. خداحافظ. آره خدافظ.